Qara papaq elimin varı yaşıl bağları, coşkun coşkun bulağı, başı qarlı dağları. Sevib sevənlər kimin, mən də qonaq sevmişəm. Şərəfli bir paltarı əynimə mən geymişəm. At belindən savaşıb hərbi meydan görmüşəm. Qoçaq qoxmaz bir eləm, çoxlu dövran sürmüşəm. Sulduzluyam sulduzlu, yaşıl yarpaq oğluyam. Döyüşdülər yurdunun qanlı torpaq oğluyam. Adlı sanlı qeyrətli qara papaq oğluyam. مقصد بعدی سفر من شهر تاریخی نقده است. این شهر در دشتی حاصلخیز واقع شده و ساکنینش آذری هستند. گروه رقص قره پاپاق یا کلاسیاها سعی دارند نام و رسم پیشینیانشون رو که دامدارانی کوچرو بودند و حدود 2 قرن پیش از قفقاز به دشت‌های شمال غرب ایران مهاجرت کردن رو زنده نگه دارند. شهرستان نقده معروفیتش و مرهون تپه‌های باستانیشه. تپه حسنلو که از آثار تاریخی با ارزش ایران. حسنلو تپه‌ای بزرگ و دایره‌ای به قطر 250 تا 280 متره که در بین 2 روستای حسنلو و امینلو جا داره. سکونت در این تپه 10 دوره مختلف زمانی داره که در میون اونها دوره 10 از همه قدیمی تره که در حدود 6000 سال قبل از میلاد شروع شده. ساکنین اولیه تپه حسنلو احتمالاً قوم منائی یا مانایی بودن که تمدن وسیع و گسترده‌ای رو به یادگار گذاشتن. تپه حسنلو اولین بار در سال 1313 توسط یک هیئت ایرانی کاوش میشه، اما نتیجه ای نداره تا اینکه پای انگلیسا باز میشه و در سال 1315 مقداری اشیا از اینجا به دست میاد و بالاخره در تابستان 1337 هیئتی مشترک بین ایران و آمریکا تشکیل میشه و در این زمان پروفسور دایسون که سرپرستی این هیئت رو به عهده داشت موفق میشه جام طلایی رو به دست بیاره. این جام طلایی که الان میتونید ببینید ماکت همون جام طلایی است. اصل جام در موزه ملی ایران قرار داره. چطور میشه یک کارشناس مرمتکار یا تاریخ‌شناس همیشه با کت شلواره؟ حسن شیری مدیر پایگاه ملی حسنلو راهنمای من میشه. آره نه سوال برام غیر از جام طلایی حسنلو اینجا اهمیتش در چه چیز دیگه است؟ بله علاوه بر اشیایی که اینجا به دست اومده ما بقایای معماری خیلی با ارزشی داریم، از جمله این تالاری که الان تشریف داریم. یعنی الان ما در تالار ایستادیم. بله یکی از تالارهای مهم ما هست در کنار 3 تالار دیگه که از این مجموعه در اثر کاوش‌ها به دست اومده. اهمیتش هم به این خاطره که به صورت سرپوشیده بوده و در معماری در واقع اولین تالارهای سرپوشیده کشور رو ما در حسنلو داریم. ستونهاش چوبی بوده، 4 ردیف ستون داشته و در واقع سقفش هم چوبی بوده. حدود 7 متر هم ارتفاع این تالار بوده که یعنی پایه‌های چوبی 7 متر بله ارتفاع داشته. مربوط به لایه 4 حسنلو هست و این لایه هم یکی از مهمترین لایه‌های حسنلو هست. در واقع اصلی ترین لایه و بقای معماری هم مربوط به اون موقع است. مسائل اصلی هم عمدتاً از سنگ و خشت و
چوبه. بله اینجا حدود 1000 اول قبل از میلاد یه جنگ اتفاق میفته که به قوم آشور و یا اورارتوها نسبت میدن، اما به ظن قوی اورارتوها حمله میکنن و در اثر اون حمله اینجا رو به آتش میکشونن. درسته. همونطور که گفتم خدمتتون اینجا ستونهاش هم چوبی بوده، سقف هم چوبی بوده و در فرو اینجا بر آوار میشه. بله. بفرمایید. اشیایی که در این موزه هستن در واقع تعدادی از اشیای به دست اومده و نمونه‌هایی از اون اشیایی هستن که از محوطه حسن‌الله به دست اومدن و حدوداً 14000 اشیا در واقع از زمان کاوش‌ها به دست اومده بودن که در موزه‌های مختلف کشور از جمله موزه ملی تهران، موزه آذربایجان تبریز، موزه ارومیه، موزه نقده و سایر موزه‌های کشور در معرض نمایش هستند. همچنین یه تعداد از اشیام هم خارج از کشور در موزه‌های مختلفی در معرض نمایش هستند، از جمله موزه پنسیلوانیا که در واقع این دانشگاه وظیفه کاوش این در واقع این محوطه رو داشته و طبیعتاً اونجا ما یه پژوهش می‌کنن. روش مطالعات انجام میده. سلمان تقی‌زاده و همسرش به مناسبت حضور من و گروه مستندمون تصمیم گرفتن آیین شب چله رو در اقامتگاه بومگردیشون برپا کنن. Çillə çıxar bayrama bir ay qalar. Pinti arvad qovurmanı qurtarar. Gedər baxar güdüldə yarmasına. Bax fələyin گردشی قوقاسنا. به 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 به. یه شعر است مربوط به استاد شهریار. خب مربوط به شب عید. تقریبا نمی‌دونم شب عید منو اجازه بدید بخونم. خواهش می‌کنم. استاد شهریار یه چند بندشو میخونم. یه bayramıdır, gecə quşu oxurdu. Ataqlı qız bəy corabın toxurdu. Hər kəs şalın bir bacadan soxurdu. این baca در اصطلاح ترکی روزانه هست که در سقف ایجاد میشه. از اونجا زمانهای قدیم تو عید داماد میره از پشت بوم میندازه هدیه میخواد. هدیه میخواد. هدیه. تو گرفتی؟ من آره خیلی وقت چی انار گرفتی؟ خانم گرفتن دیگه هدیه. Kamilləşdir onu. Kamilləş bükün onu şey. آره onu کامل. Bayramıdır gecə quşu oxurdu, adaqlı qız bəy corabın toxurdu. Hər kim şalın bir bacadan soxurdu. Ay nə gözəl qaydadır şal sallamaq. Bəy şalına bayramlığın bağlamaq. Bir şal alıb tez belimə bağladım. Qaçdım onu Fatma xala gilə salladım. Fatma xala mənə corab bağladı. Xan nənəm yada salıb bağladı. Sağ ol. Zində Ay nə baş. gözəl qaydadır şal sallamaq. Bəy şalına Bayramlığın bağlamaq. سلامتی شو. نه دیگه خانم خودشو بستم من آوردم با خودم دیگه. ببین برای من سوال بود. Canım. این ایل Qarapapaq. بله. تنها در این منطقه هستن یا در جای دیگه آذربایجان هم تقسیم شدن؟ نه. عرض کنم خدمتتون جناب آقای خلیلی خواستگاه اصلی ایل منطقه به نام کومیجان بله. حایل بین عراق و همدانه. اینا کوچونده شدن به گرجستان. وقتی که 70 چند سال اونجا بودن اولین اینا را کوچوندن آوردن ایروان و نخچوان. یه قسمتشونو. درست. تا اینکه جنگ اول ایران و روس شروع شد. وقتی که این نیروی ایران شکست خورد اومدن در گلستانچای مرز ایران را رودخانه کر تعیین کردن. درسته. اون موقع یک در آوردن نخچوان ایروان. بعد از 13 سال جنگ دوم ایران و روس شروع شد. درسته. که متاسفانه بله نیروی ایران شکست خوردن و رود عرس که آراز ما میگیم عرس معنا مفهوم چندانی نداره آراز میگیم اونجا حد و مرز شد. یک عده از این ایل گفتن ما زیر بیرق روس نمیمونیم که اینا همون قاراپاپاق‌ها هستن. همون ماها هستیم. درسته. Layla dedim yatasan, Kızılgül'e batasan,
Qızılgül yerin olsun, kölgəsində yatasan. Kölgəsində yatasan. Layla dedim yatıncaq. Gün gəlib dolanıb batıncaq. Sənsə yat yuxuyun al, mən də keşik çəkincaq. Sağ olasın, sağ olasın. صبح روز بعد قاراپاپاقی ها جشن خداحافظی را انداختند.